یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizon, albatta dini mubin islom insoniyat را همه طرفه هم روحی هم جسمانی پاک بودن به می‌فرماید، زیرا الله تعالی پاک و پاک چیزها را دوست می‌دارد. برای قبول شدن عبادت‌هایمان نماز روزه هم پاکی تازگی ضرور است. اولا انسان قلبش از همه چیز پاک شدنش در کار، چونکه قلب این پادشاه جسد حساب می شود و دیگر اعضاها با قلب تابع حساب می شود. اگر قلب ما ناپاک باشد، اون حالت انده دیگر اعضاها هم عملهای ناپاک کردن به رغبت می کند. گفته شده است در یک چند حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. همچنانه که در بالا گفتیم، در شریعت برای ادای عبادت اولا پاکیگری جسمانی و روحی پاک شدن ما لازم. خداوند در آیت قرآن کریم می‌فرماید که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. یعنی ای ایمان آوردگان، وقتی که شما بر نماز میخیزید، بس بشویید رویهایتان را و بشویید هر دستهایتان را با بند دستتان کتی و با سرهایتان مس کشید و بشویید پایهایتان را با همراهی عاشق پای. حتی که برای عبادت این امر خدا، این فرض، این پاکیگری این شرط حساب میشد. یا که در آیت دیگر خداوند میفرماید که و ثیابک فطهر، یعنی لباسهایتان را پاک نگه دارید. با غیر از این برای احتیاج هر روزه ضرور بدگی مال دنیا هم با راه حلال پاک یافت شدنش لازم. چیزهای حلال استعمال کردن ما در کار. حتی خیر و احسان هم از پول حلال باشد قبول درگاه الهی می شود. اگر از پول حرام باشد خدا چیز ناپاک قبول نمی کند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم البته الله تعالی پاک و پاک چیزها را قبول می کند گفته مرحمت کردند. با برابر این مسلمان بنده باید خانه و درش، قشلاقش، وطنش آزاده، سرم جان و سرشته پاک نگاه داشتنش در کار. با خانه و در ناپاک فرشته نمی در آمده است. عزیزان، خانه در بی فیض می شده از خدا نگاه دارد. خداوند در آیت کریم قرآن کریم و انزلنا من السماء ماء طهورا گفته مرحمت میکند، یعنی ما از آسمان آب پاک را نازل کردیم. ما بنده ها حق نداریم نعمت های پروردگار را ناپاک کردن و در جویبارها هر خیل افلاس چیزها پرتافتگی. حتی بعضی زنها در کوچه هاشان با جویها رفته میپرتایند، سر و لباس هایشان را در جوها که مردم از وی آب میخورند ششته برآورده شده میشنند. ما عزیزان با این آبهایی که از جویها میرود، از کرانها جاری شده استاده است، باید شکر کنیم. در بعضی مملکت های دنیا ده حتی قیمت 1 لیتر آب چند قدر میستد. آب این منبع حیات، به آب حیات تصور کردن مشکل است. عزیزان، با قدر آب رسیم، افلاس نکنیم. اگر خداوند در آیت مرحمت کردگیش با این قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی گوید اگر آبهایتان را با تگ زمین کشیده شود به شما کی آسان یافت میشدگی آب می بیارد. همین آیت نازل شدگنده یک مشرک با دیگر راه می بیارم گفتگنده خدا هوای آب چشمشه خشک کرده کور کنده مونده است. عزیزان، باید در همه حال با حدیث رسول اکرم پروردگار پاکی را دوست می دارد، یا که پاکیگری از ایمان است. گفتگی شما به عمل کنیم، خدا ما اطراف ما دائما پاک نگه داریم، حیاتمان با برکات، در هر دنیا سعادت می شویم ان شاء الله رب العالمین.